اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، یکی از آفت‌هایی که در بین مردم خیلی زیاد پهن شده است و یکی از اخلاق‌های رذیله که دارد هر روز با واسطه اینترنت و تلفن و دیگر وسایل‌های اجتماعی پهن می شود و یکی دو دوست را دشمن همدیگر می کند و یا دو عزیز و دو نزدیک را از هم دور می کند. این بیماری خبرکشی می باشد که امروز می خواهیم همراه شما عزیزان در این موضوع مفصلا صحبت کنیم. به یگان شک و شبهه می توانیم بگوییم که خبرکشی یک بیماری روانی است. بیماری که اگر معالجه نشد به خود صاحبش ضرر می آورد و تمام جامعه را فساد می کند و بیهوده یکی از علما نمی گوید که شما بدانید که خود خبرکش از جادوگر هم بدتر می باشد. برای اون که اگر جادوگر را ببینید وی باید برای دو نفر را به همدیگر خنک کردن خیلی بسیار کار کند، اما خبرکش یک کلمه رو و یا یک جمله رو خبرکشی میکند و میبیند که چقدر بین دو نفر و یا بین یک چند نفران علنگه جنگ برمیخیزد و آنها دشمنی همدیگر میشوند. و اینجا برای آنکه چگونه خود را از این بیماری دور کنیم و یا خود را محافظت کنیم و چگونه با انسان‌های خبرکش ما معامله داشته باشیم و یا رفتار کنیم، بیایید خبرکشی را از ریشه اش از اولش از نزدیک میشناسیم و میبینیم که شریعت چگونه معالجه کرده است و برای رفع این بیماری مویان چی کار باید کنیم. و عزیزان این رو بدانید که اکثریت مشکلی های عائلوی چه خانوادگی باشد بین زن و شوهر و یا بین حتی دو خواهر و دو برادر و یا بین ینگه و دیگر خواهر عروس و برادر عروس و چه مشکلی هایی که بین کارگر و دیگر صاحب کار می شود و حتی همسایه و خویش و تبار می شود، اکثریتش به سبب فقط یک جمله که یک خبرکش فاسد می آورد و دیگر تمام معامله ها را و شاید هم معامله ها و رابطه های یک چند ساله را یک باره نابود می کند و برهم می زند. و برای چگونه که گفتیم این خطر را ما پیشگیری کردن باید هم خودمان هم دیگران از این بیماری آگاه باشند و بدانند که چگونه می توانند با خبرکشان مناسبت کنند. اول شده خبرکشی چی است؟ بسیاری ها بین خبرکشی و بین غیبت گمان می کنند یک چیز است، ولیکن غیبت چیزی دیگر است، خبرکشی چیزی دیگر. غیبت یک نفری که نمی خواهد که همین صفاتهایش را ذکر کنید می آید و به یگان نفر ذکر می کند درباره حیات عائلویش، درباره بعضی خصوصیت هایش که او نمی خواهد کسی در این باره در نبودنش صحبت کند. ولیکن خبرکشی سخن یک نفر رو و یا کار یگان نفر رو آمده به یک نفر میرسانند و مقصدشان هم همین است که بین این دو نفر، یعنی نفری که همان کار رو کرد و بین این شنونده، بینشان جنگ و جنجال برخیزد و بین اینها رابطه ها ویران شود. و اساس خبرکشی اگرچه گاهی می شود که انسان خبرکشی رو فقط برای سخنش رو دیگران گوش کردن و در کودکا فقط برای توجه رو به خود جلب کردن هم بعضی می شود، لیکن اساساً کار خبرکش ها در آن است که آنها برای به جنگ انداختن دو نفر و دو نفر معامله ویران کردن می آیند و سخنی او را به این می گویند فلانی تو رو چونین گفت من در آنجا بودم، فلانی چونین کاری رو کرد که تو اون رو نمی خواهی. بعضا می شود که یک کاری که شما هرگز نمی خواهید یک نفر می کند، اگرچه با زبان چیزی نگوید هم که با شنیدن اون که مثلا فلان کار رو کرده است شما یک باره می رنجید. مثلا می گوید من به مهمانی فلانی رفتم همه بودن غیر از تو،
یعنی اینجا خبرکشی از مهمانی که مقصد از این که اون کاری که کرد به حرمتی کرد. من رفته بودم و جستو همه رو دیدم، یا فلانی به همه هدیه داد و جستو که به تو هدیه نداد، چی باشد؟ چرا نداده باشد؟ با همین خبرکشی الکی قلب شما رو نسبت یک نفری که بارها از او هدیه گرفته اید، بارها مهمانی او شده اید، بارها نیکی او رو دیده اید، یک بار قلب شما رو نسبت او سرد میکند. پس این رو بدانیم که خبرکشی اساساً خبر رو میکشانند تا که شنونده این خبر رو شنیده نسبت اون نفری که در اینجا نیست دلش رنجد و یا یگان بدگمانی پیدا کند و احساس کند که اون نفر دوست این نفر نیست. انا همین رو خبرکش میگویند. نفرانی که میخواهند بین مردم جنگ و جنجال باشد، بین مردم مهربانی نباشد. و البته که در شریعت هر چیزی که مردم رو می آزارد، عائله ها رو از هم دور میکند یا بر هم میزند و خویش و تبار رو به قطع رابطه میبرد، دوستان رو از هم دور میکند، همه این چیزها در شریعت حرام میباشد و بدون هیچ شک و شبهه خودی نمامی یا همین خبرکشی که سخنچینی هم میگوییم حرام است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الا اخبرکم بشراریکم، وقتی میگویند آیا من شما را خبر دهم به بدترین نفرانی که در بین شما هستند یا از بدترین های شما؟ وقتی میگویند بله یا رسول الله، پیامبر میگویند المشاؤون بالنمیمة المفسدون بین الاحبه الباغون للبراء العیب. اینها همان نفرانی هستند که خبرکشی میکنند از این خانه به آن خانه، از نزد این نفر به نزد آن نفر، و این چنین بین احبه، نفرانی که همدیگر را دوست می‌دارند و همدیگر مهر و محبت دارند، رابطه های خویش و تباری دارند، دوستی دارند، بین اینها فساد میکنند. و این چنین با این کارهایشان هم کم نیست که الباغون للبراء العیب، به نفرانی که عیب ندارند اینها عیب میجویند. یک نفر رو میبینند که عیب ندارد، تاریخ او رو کفت و کاو میکنند. گفتیم ترجمه حال او رو از اول از دیگران میشنوند تا که درباره این یک عیب پیدا کنند و این نفر رو در بین مردم شرمنده کنند که انا همین رو پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شراریکم، بدترین شما همین نفرها هستند. و در حدیث دیگر هم که در بخاری و مسلم است میگویند لا يدخل الجنة نمام و خبرکش، این سخنچین هرگز داخل جنت نمی شود. و البته که دربارش در قرآن هم چندین بار شنیده ایم ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، هرگز تو نفری که برای سخنهای دروغش را باور کنانیدن زیاد قسم میخورد و خودش یک انسانی پستی به همت است، او را اطاعت نکن. این چنین نفرانی که دیگران را مسخره میکنند، خواه با زبان خواه با ابرو و چشم و انگشتی خود، و این چنین نمیم، آنهایی که خبرکشی میکنند و نمامی میکنند، اینها را هرگز تو اطاعت نکن. پس حکم خودی نمامی و یا خبرکشی در شریعت حرام است که نباید به این چیز نفر مسلمان، آنه که به الله و روز قیامت ایمان دارد، دست نزند، نباید بین مردم فساد کند و از این به آن خبرکشی کند. ولی بعضا می شود که چرا انسان خبرکشی میکرده باشد؟ حیران میماند. یک انسانی که خیلی انسانی درست است، انسانی هست که مثلا انسان او رو وقتی میشنود دوستش میدارد، یا در حیاتش عموما یک انسان نه به حرام دست زده است نه به گناه های کبیره دیگر، اما زیادتر میبینید که با زبانش خبرکشی میکند. چرا؟ اول شده این رو بدانید که در کودکان هم این چیز هست. گاهی میشود که کودک خبرکشی میکند، مادر جان امروز مادر بزرگم شما رو چنین گفتم، پدر جان شما نبودید مادرم شما رو به مادرش چنین گفت. یعنی در کودک هم این چیز می شود و اول شده ندانستنی گناه بودن این. اگر در کودک ها دیدید که خبرکش هستند، حتما باید پدر و مادر کودک رو آگاه کنند که این کار گناه هست و نباید کودک به این خودش رو عادت کنند. و مبادای پدر و یا مادر وقتی کودک سخنچینی میکند خیلی خوشرو میشنوند و خنده میکنند و باز اهمیت میدهند، دیگر کودک راهی به خود جلب کردن اهمیت پدر و مادر رو میآموزد و از این به پس هر کجایی که رفت خبر میبیارد و هر چیزی که دید اومده میگوید که خیلی خطر است. برای همین وقتی که خبرکشی
میکرد، حتما در جایش به کودک باید برسانید که این کار گناه هست و نباید خبرکشی کند. و در انسان‌های بزرگ هم گاهی می شود که من نمیدانستم که خطا کردم، من خبرکشی گناه بودنش رو نمیدانستم میگویند. یعنی گاهی می شود که جهل یا ندانستن انسان را به خبرکشی میکشاند. اما عزیزان، گاه دیگر یا در اکثریت وقتها محض حسادت، بدبینی، بخل و خود را در برابر محبت دو نفر به دست گرفتن نتوانستن و ترکیدن برای محبت دو نفر انسان را به خبرکشی میبرد. یک نفر، شاید همسایه، شاید نفر دیگری میبیند که خیلی این دو نفر مثلا خواهر و یا اینکه این اکثریت در بین خشتومن و عروس می شود، می بینند که خشتومن و عروس با هم معامله خیلی خوب دارند و در دیگر عائله ها این را دیده نمی شود. دویده آمده به خشتومن چیزی می گویند که عروستان شما را چنین گفت، یا اینکه به عروس رفته می گویند که خشتومنت اگرچه به تو دخترم می گوید تو را چنین گفت. اگر کفت و کاف کردید که این انسان چرا خبرکشی کرده ایستاده است، محض همین حسادت که این دیده نمی تواند که در این عائله آرامی و ثبات باشد. و این رو در بین زن و شوهر هم دیده می شود و وقتی می بینند که زن و شوهر با هم خوب هستند، حتی درستترین یعنی نزدیکترین ببخشید اعضای عائله به عروس می گویند که شوهرت می خواهد زن دیگر گیرد و یا شوهرت تو را اونقدر دوست نمی دارد، تو را دوست نمی داشت، ما تو را به خانه عروس آوردیم. یا اینکه برعکس به داماد میگوید اونقدر به زنت باور نکن، من شنیدم که تو را غیبت دارد. یعنی برای حسادتی که بین عروس و داماد دیدن، اینها می آیند و یک خبر را میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو داود میگویند لیس منا من افسد امرأة علی زوجها، از ما نیست هر نفری که زن را به شوهرش بد نشان میدهد، یعنی معامله بین آنها را ویران میکند. زن را به شوهرش به گفته امی خودمون گنده میکند و شوهر را به زنش آمده میگوید انسانی خوب نیست. این از ما نیست. اور گاهی میشود که خواه و ناخواه زبان رو دیگر کنترل کردن خیلی دشوار است. انسان چیزی رو گفته میماند یا در شوخی یا در جدی و این رو آورده رسانیدن و جنگ رو خزانیدن، این کار حسودان است که نمیتوانند ببینند که یک عائله و یا دو دوست و یا دو نفر چقدر با هم خوب هستند. و یکی از صفت‌ها یا گفتیم سبب‌های دیگری خبرکشی خیلی عجیب است و آن هم این است که برای خود را دلسوز نشان دادن و برای خود را به یک نفر نزدیک نشان دادن می آیند و خبرکشی میکنند. مثلا فلانی شما رو چنین گفت در مجلس، من طرف شما رو گرفتم و گفتم که نه این خیر نکنید. یعنی یک چند چیز رو میگویند که شما یک بار گمان میکنید که این نفر دوست من است و همان نفری که چندین سال دوست من بود و دشمنی من بوده است. و عزیزان، باید از این ویروس، از این گونه انسان ها خیلی خیلی خود رو احتیاط کنیم، برای اون که اگر این نفر شما رو دوست می داشت، در حقیقت دلسوز شما می بود، شما رو با همین گپش نمی رنجانید. و اینجا یک شعر خیلی پرمحتوایی هست از سعدی شیرازی که می گوید کسانی که پیغام دشمن برند، زی دشمن همانا که دشمن ترند. کسی قول دشمن نیارد به دوست، جز آن کس که در دشمنی یاری اوست. نیاراست دشمن جفا گفتنم، چونان که از شنیدن بلرزد تنم. تو دشمن تری که آوردی بر دهان، که دشمن چنین گفت اندر نهان. سعدی در این شعر میگوید دشمن چیزی که به من گفته نتوانست، که اگر میگفت من تن و بدنم بلرزه میدر آمد، تو آمدی و گفتی، پس تو از دشمن هم دشمنتر می باشی. و این رو یکی از علما هم گفته است که میگوید نمام از دشمن شما هم بدتر است، برای آنکه دشمن شما بعضی چیزهایی که به زبان نآورد تا اینکه شما آنقدر نرنجید، این نمام خبرکش می آید و به شما می گوید و خود را دلسوز شما هم نشان می دهد. انا اینجا عزیزان باید صاحب عقل و خرد باشیم، با عقل خود شناسیم که این انسان از این گفتنش چی می خواهد از ما. یک و یک باره باور کرده این را دوست نزدیک خود کرده و همان
همان دوستی که شاید در حقیقت به زبانش چیزی درباره ما آمد، ما رو یگان چیزی ناخوشی گفت، او را دشمن خود قرار ندهیم. و متاسفانه انسان هایی هستند که شوهری که 15 سال 20 سال با او زندگی داشتند، با خبرکشی یک نفر آن شوهر را دشمن خود میپندارند و با او حتی زندگی را تماما به ویران کردن راضی هستند. و برعکس شوهرهایی هستند که با زنی که صاحب 4-5 فرزند شدند، سالهای دراز در یک بالین با هم بودند، با خبرکشی یک نفر کل آن زندگی را میخواهند برهم زنند و تمام نیکیهای آن زن را فراموش کنند، در حالی که چگونه که گفتیم خطا که از همه می شود، نسبت همدیگر بد گفتن در همه می شود. اینجا باید گوییم آره او همین رو گفت اما نیکی های زیاد هم کرد، لیکن تو که امروز آمده خبر کشی کرده ایستاده ای، تا چی اندازه دوست من هستی که با این جرأت یا خود با این همه درویگی میخواهی یک نفر را برای من دشمن نشان دهی؟ برای همین در قرآن کریم هم الله میگوید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة. وقتی که ای آنهایی که ایمان آوردید، وقتی یک نفری فاسق، کسی که از دین دور است، یک خبری رو به شما میبیارد، دویده به اون باور نکنید. اول تباین کنید، بدانید که این خبر راست است یا دروغ است. مبادا که خبر یک نفری فاسق رو، یک نفری سخنچین رو شنیده به دیگران ظلم میکنید و در اینجا شما خودتان گناهگار میشوید. پس یکی از سبب‌های خبرکشی این خود را به شما نزدیک کردن است، یعنی میخواهد خودش را به یک نفر نزدیک کند، دلسوزی او نشان دهد و خبرکشی میکند که گویا که فلانی شما را بد میبیند و علل خصوص یگان نفری نزدیکتان که نسبت شما چنین گفت و کرد و من باشم این را به شما از روی دلسوزی گفته ایستادم، یا اینکه در آن وقت من طرفی شما را گرفتم. و البته یکی از سبب‌های دیگری خبرکشی عزیزان این انتقام می باشد. نفری که از یک نفر قصاص گرفتن نتوانست، یا اینکه از یک نفر بدی دید و خودش جرأت از او قصاص گرفتن را ندارد، او را با یک نفر دیگر به جنگ، به میدان جنگ میبرد و از یک چت خودش تماشا میکند. و این خیلی خیلی زیاد ببخشید در مسئله های عائلوی هم دیده می شود. مثلا وقتی خواهر عروس با ینگه مشکلی دارد، خواهر عروس وقتی به ینگه زورش نرسید، بین برادرش و ینگه اش جنگ می اندازد، یا برعکس وقتی عروس زورش به خواهر شوهرش نرسید، یک باره خواهر رو به شوهرش چیزی می گوید که شوهر دیگر می رود و با خواهر خودش قیامت برپا میکند. و یا بین دو نفر، یعنی یک زمان چیزی که گفته گذشته بود با یک نفر به خاطر اینکه این رو هم دشمنی خودمون کنیم میبیاییم و خبر میدهیم که اگر کفت و کاو شود که چرا این گفت، میبینید که در اینجا دشمنی هست و این انسان میخواهد یا از شما انتقام گیرد یا از همان نفری که سخن او را به نزد شما آورد. برای همین پیش از آن که خیلی زود قضاوت کنید و سخن یک نفر رو شنیده به میدان جنگ برایم، بیایید اول فکر کنیم که مقصد از خبرکشی این انسان چی است. آیا این انسان با این گپش در حقیقت دلسوزی من است که از دشمن بدتر است این گونه انسان ها، یا اینکه این انسان یا با من مشکلی دارد یا با اون طرف که میخواهد بین ما دشمنی را برانگیزد. برای همین خیلی خیلی باید در اینجا احتیاط کرد. و البته که در وقتی گفتیم این سبب های خبرکشی بود، همین سبب ها هست که یک نفر خبرکشی میکند. اما ما چی کار کنیم؟ با نفرانی که به ما خبرکشی میکنند با آنها چگونه معامله کنیم؟ آیا از خانه بیرونیم؟ با آنها قهری شویم؟ رابطه خویشاوندی باشد و متاسفانه گاهی عزیزترین نفر شما یک نفر خبرکش است که شما این رو خودتان میدانید و
شما چیکار کردنتان را نمیدانید. اولین شده البته که و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این اساس شریعت است که یک نفری خبرکش وقتی خبرکشی کرد، البته این گناهت، این کارت گناه است، تو از این و تو از آن هستی، تو داخل جنت نمیشوی نگفته، با حکمت، وقتی با حکمت سخن گفته می شود به قلب انسان جا می شود. باید امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد و آن نفر هنوز سخن را شروع نکرده، نباید بین همدیگر جنگ و جنجال کنیم، نباید خبرکشی کنیم. گویان درباره عاقبت‌های بد خبرکشی امر به معروف کرد. و دوم شده هرگز نباید به خبرکش باور کرد، اگرچه خبرکش راست میگوید، که البته خبرکش ها در اکثریت احوال سخن راست رو میگن، آنها دروغ رو نمیکشانند، لیکن مقصد از کشاندن سخن فقط جنجال انداختن بین دو نفر است. نباید به سخن او باور کرد و یعنی تحقیق کرد و عملی کرد. آره گفت، آمد و یک چیز رو گفت، لیکن شاید اون نفری که این سخن رو نسبت شما گفت مقصدش دیگر چیز بود. شاید که در وقتی که او گفت غضبناک بود، و یا در وقتی که او گفت شما هم چیزی گفته بودید که او خواست در آنجا به شما جواب دهد. پس یک و یک بار سخنی خبرکش را گرفته با آن طرف نباید به جنگ دویده رویم و او را بگویم که تو به من چنین گفتی. بعضی ها متاسفانه حتی نپرسیده یک بار قهری می شوند و انسان نمیداند چرا فلانی با من قهری است. پس از مدت میگویند که من شنیدم که تو مرا چنین گفته ای و یا تو در نبودن من چنان کرده ای، که البته که این دور از انصاف است و نباید یک چیز رو پیگیری نکرده به آن باور کرد. و اینجا وقتی گفتیم الله میگوید وقتی نفران فاسق به شما خبر میبیارند، شما اول آن رو بسنجید، بدونید که خبر راست است درست است. گاهی میشود که خبرکش ها گپ های دروغ هم میارند و باید خیلی احتیاط شویم که مبادا خبری دروغ را شنیده یک باره به جنگ و جنجال برایم، و یا خبری که مقصد گوینده دیگر بود شنونده چیزی دیگر شنید، که این هم خیلی مهم است و این چیز داخل نشویم. گاهی میشود که خیلی که گفتیم یک نفر میگوید من در رفت صحبتم، در رفت نقل حکایت چنین رو گفتم، اما اون نفر میگوید نه تو مقصدت من بود و مقصدت مرا پس دادن و چیزهای دیگر بود. و این رو هم بدانید که من نم الیک نم علیک، این یکی از سخنهای طلایی است که هر کسی که به تو خبر آورد از تو هم خبر میبرد. باید کسی که به ما خبر آورد حتما باید بدانیم که او هم میبرد خبر ما رو به نفر دیگر. و به این گونه انسان ها طرز مناسبت کردنمون، طرز چی گفتنمون رو دانیم و چهره زشت خبرکش رو، چی خیش خودمون باشد، نفری دوست خودمون باشد، باید بشناسیم. و اینجا مشکلی در آن است که ما وقتی درباره مثلا گفتیم خبرکش رو چگونه معالجه کنیم، ما میدونیم، بعضی میدونم که من خودم حتی خبرکشم، بعضی میدونم که دوستی نزدیکم خبرکش است، گاهی فهمیدم که فرزندم خبرکش است یا یگان خواهر و برادرم خبرکش است. چیکار کنیم؟ معالجهش در چی است؟ البته که این بیماری خیلی که گفتیم خبرکشی یک بیماری روانی و اخلاقی است. معالجه نشد انسان رو اول شده به دوزخ میکشاند، به دوزخ هم نه، در داخل قبر انسان خبرکش الکی به عذاب گرفتار می شود، که در این باره حدیث مشهوری دو نفری که در عذاب قبر هستند پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند یکی به خاطر آن که از نجاست پاک نمیکرد و دیگری به خاطر نمامی بود و اول شده انسان از قبرش دیگر عذابش شروع می شود. دوم شده این گونه انسان ها خطرشون به جامعه خیلی بزرگ است که بین مردم فساد می دهند و مردم را نابود و معامله ها رو بر هم میزنن. چگونه معالجه شدنش؟ یک نفر خودش این رو معالجه کرده نمیتواند و اول شده شنونده های این خبرکش ها باید معالجه رو شروع کنیم. برای آنکه وقتی یک نفر خبر آورد و شما گوش کردید، که این متاسفانه در ما خیلی زیاد است، در اینترنت هم عزیزان مشکلی در اون است که اگر به یوتیوب داخل شدید، اگر یگان خبرکشی باشد فلانی رو ببینید در حق فلانی چی گفت
باشد در آنجا نکم از 30,000 لایک و 200,000 500,000 پرسموتر یا خود بیننده میبینید. یعنی مردم خودشان خبرکشی رو دوست می‌دارند، ببخشید شنیدن رو اکثریت دوست می‌دارند. فلان عالم یا ضیایی رو ببینید که نسبتی فلان چی گفت رو دیدید اونجا پر از پرسموتر است، یا اینکه اگر بینید که فلانی در حق همسرش یا در حق یگان نفر دیگر چی گفت باشد خیلی زیاد است. یعنی شنونده وقتی به خبرکش شنیدن رو دوست داشتنش رو یا در این گونه ویدیوها یا در این گونه صحبتها شفقمند بودنش رو نشان میدهد، خبرکش ها دیگر قوت میگیرند. برای همین بیایید چی در یوتیوب باشد چی در صحبت های روبرو باشد، وقتی خبرکشی میکند اون رو دستگیری نکنیم. همین عادی شنیدنی ما همین خیل بوده است، راست بوده است، من هم شنیده بودم تو گفتی باز باور کردم که شد، الکی به او کمک کرده ایستادیم. وقتی شنونده از این سخن نفرت داشتنش رو بیان میکند، خبرکش دیگر جرأت نمی کند که خبرکشی کند. در حدود عائله هم چنین است. اگر کودک بداند که پدر و مادر خبرکشی او را گوش نمی کنند، برعکس تنبیهش می کنند، کودک دیگر خبرکشی نمی کند. در نزد بزرگان هم همین خیل. اگر یک نفری که از خیش و تبار است، از دوستمون هست، خبرکشی کرد، گفتیم به من خبرکشی نکن، کاری خوب نیست، اون انسان چی گفته باشد گفت، لیکن من با او رابطه قوی دارم، با این گپت مرا هم میرنجانی و با این گپت خودت هم گناهگار میشوی، همین کار را نکن گفتید و دویم باره دیگر روی نمیکند یا خود جرأت نمیکند که به شما خبرکشی کند. و در این یوتیوب هم اونقدر زیادی مثلا خبرکش هایی که هم هستن که برای جنگ انداختن بین دو عالم یا دو نفری که نفران متفکر هستند، صاحب احترام هستند، یک و یک باره این رو ببین نسبتی او چی گفته میبرارند، چقدر که شما لایک پخش کردید و آن رو تماشا کردید و پدلیت یا خود به دیگران فرستادید، الکی آنها الهام میگیرند که متاسفانه این رو دیده استادیم، هر روز الهامگیری خبرکشان رو دیده استادیم. پس شنوندگان اول شده برای معالجه کردن خبرکشی اقدام کنیم و نگذاریم که کسی به ما خبرکشی کند. و دوم شده البته که نفرانی که صاحب قدرت هستند، پدر و مادر می توانند فرزند خود را آگاه کنند که اگر خبرکشی کردی جزا میگیری، یا اینکه شوهر می تواند به همسرش گوید که خبرکشی کردی جزا میدهم، یعنی یا قهری میشوم یا اینکه دیگر به گپت باور نمیکنم یا چیزی دیگر. یعنی شوهر بالای همسرش قوام است، پدر و مادر بالای فرزند خود قوام هستند و آنها مسئولیت دارند. می توانیم ما آنهایی که به آنها یا استاد بالای شاگرد خودش، یعنی نفرانی که ما میتوانیم به آنها نصیحت کنیم حتی جزایشان دهیم، ما در این وقت چی کار کنیم؟ جزا میگیری، نباید خبرکشی کنی، از این به پس نبینم پدر و مادر، شوهر، همسر، معلم، همه رئیس به بالای کارگرهایش بفهماند که این کار را نکن. و البته که خود نفری که خبرکشی میکند، کسانی که دانسته و ندانسته یا خود من به نیتی بد خبرکشی نکردم میگویند، بدانید که خبرکش نیتی بد و نیک ندارد، او فاسد است و فسادکار است. بین مردم اگرچه نیتش پاک و پاک باشد هم جنگ و جنجال می اندازد. با یک کلامی که میگوید ها فلانی شما رو چنین گفت، خبرتون هست، دیگر قلب شما به پشتتون به گفتی خدایمون میچسبد، دیگر زمین و آسمان برایتان یکتا میشود وقتی میفهمید که شوهرتون شما رو چنین گفته است، خواهرتون، دوگانه اتون، مادرتون، خوشتامنتون، نفری دیگر. برای همین هرگز نباید نفران خبرکش خود را سفید کنند که من نیتی پاک داشتم. در اینجا نیتی پاک نیست. انسان با دزدی کردن، با نیتی پاک دزدی کردن نمیتواند، با نیتی پاک دروغ گفتن نمیتواند. این کارها رو باید از نزدیک ببینیم و خبرکش حتما باید بداند که چگونه با این کارش اول شده در نزد الله گناهگار است و چه عذاب او را انتظار است و در بین مردم این انسان چی کار کرده ایستاده است و چند نفران را به قطع رابطه رسانید، چند نفرانی که با هم خوب بودند به دشمنی آنها را تبدیل داد. و متاسفانه
چه خیلی که گفتم ما بعضی وقت یک خبرکش رو باور میکنیم و هزار سخن یک عزیز خود رو باور نمیکنیم. یعنی با یک خبرکشی یک نفر رو دوست خود قرار میدهیم و دیگران رو نه، در حالی که در ما سخنی بعضی از علما هست که هرگز خبرکش امین نیست، به او نباید هرگز باور کرده شود و نباید خبرکش را برای خود یک نفری که دلسوز من بوده است و مرا در بین مردم طرفم را گرفته است یا نگذاشته است که دیگران به من سخنی بد گویند و این را آمده به من گفت، و این چیز باور نکنید. البته که کسانی که در بین مردم اصلاح میکنن، یعنی دو نفر وقتی که با هم قهری هستند یا یک نفر را غیبت کرد یا در حقش ناسزا گفت، داخل میشوند و چنین نگویید، او شما را دوست می‌دارد، او انسان خوب است میگویند. این بهترین عمل است. در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ابو دردا است، آیا شما را من خبر دهم از نفرانی که درجه آنها از درجه نفرانی که روزه‌دار و نمازخوان هستند، یعنی تمام عمر به روزه های نافله و صدقه های نافله و این چنین نمازهای نافله مشغول هستند، از آن هم بالاتر انسان ها را خبر دهم؟ وقتی میگویند بله یا رسول الله، پیامبر میگویند اصلاح ذات البین، یعنی نفرانی که بین دو نفر اصلاح میکنند، دو قهری رو آشتی میکنند، دو کسی که به قهری شدن نزدیک هستند آنها رو باز به خود دوست میکنند، اینها بهترین نفرانی هستند که حتی از صدقه دهنده ها و روزه های نفل گیرنده ها بالاتر هستند. اما برعکسش میگویند فإن فساد ذات البین هی حالقه، اما آنهایی که بین مردم فساد می اندازند، مردم را از هم جدا میکنند، مردم را دشمنی هم میکنند، اینها میگن حلیقه هستند، تراشیده شده. و دوامش میگن من نمیگم که مویهایشان تراشیده شده، لکن تحلیق دین، این کار دین انسان را میتراشد، یعنی دینتان را از شما میگیرد. وقتی انسانی که بین مردم جنگ و جنجال می اندازد، بین خیش و تبار خبرکشی می کند، سخنی این رو به آن می گوید و آن رو به این می گوید، بدانید که با شهادت همین حدیثی که در ابو داود آمدگی هست، این انسان دینش را دیگر با این عملش از دست داده ایستاده است که نباید به چنین انسان ها نه روی دهیم نه به اینها باور کنیم. البته که اگر خیش و تبار ما هستند با اینها قهری شده هم نمی شود، قطع رابطه می شود. یگانه کاری که میکنیم هر باری که دیدیم نصیحت میکنیم و چنین مناسبت میکنیم که بدانند که ما از نفرانی نیستیم که خبرکشی آنها رو شنویم و از شنیده خود خلاصه براریم و عمل کنیم. در این وقت دیگر کمک میشود برای نابود کردن یا از بین بردن خبرکشی. و اینجا عزیزان یک خلاصه بود درباره بیماری خبرکشی و راه‌های درمانی آن. الان باشد بیاید ببینیم که اینجا سوال ها هست و تا قدری توان به سوال ها جواب دهیم. اگر وقت باقی ماند باید باز کمی دیگر درباره خبرکشی صحبتی داشته باشیم. سوال اول، خبرکشی حالا در بعضی مردهای تاجیکستان کسلی شدگی هست. البته که خبرکشی رو فقط برای زنها داده نمی شود، نمامی چگونه که سوال کننده خودشون گفتن در مردهای هم هست. مردهایی که سبحان الله مرد جوان مرد با اون همه گویم جوان مردی و با اون شکل مردانگی می نشیند و می گوید برادر فلانی تو رو چنین گفت لیکن من چنین گفتم، یا اینکه یکی می گوید وای همسرت تو رو به برادرش چنین گفته است، برادری همسرت دوستی من است، که این پسترین صفتی نوجوان مردانه هست که خبرکش و نمام است. نباید با این گونه انسان ها ما چهره دهیم یا روی دهیم که این کارشان را دوام کنند. البته در زنها زیادتر است این صفت، لیکن در مردهای هم هست که از مردها باز بدتر است و فسادش زیادتر است، برای آنکه چگونه که در جامعه ایمو مشهور است سخن مرد قوی است، تاثیر دارد و مردها خبرکشی یک مرد دیگر که می توانند یک باره با همسر خود، با پدر و مادر خود، حتی با خواهر خود به یک آتش جنگ داخل شوند. سوال،
اگر یک نفر ضررش میرسیدگی باشد پیشکی از ضرر خبر دهیم خبرکشی می شود یا نه؟ سوال کننده عزیز، پیش از همه برای همین سوالاتون رو دادم تشکر میکنم که من همین رو باید تذکر میدادم ولیکن فراموش کردم در داخل. البته خبرکشی بعضی استثناها دارد که در آن وقت خبرکشی ممکن است. از جمله آن اگر شما میدانید که یک نفر به شما گفت که میروم و فلانی رو خانهش رو ویران میکنم یا اینکه پولش رو میدزدم یا به او یک ضرر جدی میرسانم، در این وقت خبرکشی جایز است. چگونه که وقتی حضرت موسی با خطاگی یک نفر رو از اونی که از بستگان فرعون بود میزنند و او میمیرد، یک نفر دویده آمده میگوید که موسی تو فرار کن، برای آنکه فرعون با تمام لشکرش بر ضد تو آمده ایستاده است. برای آگاه کردن فرعون ببخشید موسی از خطر فرعون دویده آمده خبرکشی میکند. وقتی خطر نفر را تهدید میکند، عائله را نفره را، شما در این وقت دویده رفته او را آگاه کنانیدن که احتیاط باش یا اینکه او به تو چنین ضرر میرساند، این در تو باشد، در خاطرت باشد و احتیاط کنی، این خبرکشی و گناه نمی شود. و اساسا این چیز در بین مثلا دشمنی شدید بین دو عائله و یا اینکه بین دو نفر و بین مسلمان و کافرهای هم هست که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این گونه چیزها وجود داشت. سوال دیگر، یک دوستم را نصیحت کنم خبرکشی نکن گویم، میگوید که نگویم میکفم، این بیماری بدای. اینجا خبرکشی و گفتن اسرار چیزی دیگر است. یعنی اگر من تو رو با فلانی جنگ ناندازم میکفم گفتن الکی بیماری است که باید معالجه شود. اگر گفت راز دل خود را نگویم میکفم مسئله دیگر است. لیکن اگر خبرکشی نکنم میکفم گفت، این به درجه بیماری به جایش رسیده است که این انسان دیگر به اون ایستاده نمیتواند. چگونه که نفرانی که می زده میشوند آخرها اگر می نخورند خودشون را داشته نمیتوانند و نفرانی که به بعضی از کارهای مواد مخدر یا فسادهای دیگر دست میزنند دیگر به آن ایستاده نمیتوانند. در این وقت کاری که میکنید فقط با دوست سلام علیک، دیگری وی هرگز با او دوستی و یا شنیدنی آن خبرکشی هایش را دوام نمیدهید، برای آنکه این جلیسی بد یا خود همنشینی بد خو با شنیدن شما را هم گناهگار میکند و یک بار نه یک بار به شما هم از ضررش میرسد. چه خیال کنیم که خبرکشی این گناه نباشد؟ چون این وجود ندارد که شما خبرکشی کنید و گناه نباشد. چگونه که گفتم یگانه در حالی که میدونید که اگر خبرکشی نکنید مال یک نفر، جان یک نفر، آبروی یک نفر در خطر است و او را آگاه میکنید تا اینکه خودش را حمایت کند، در این وقت شما به کسی کمک کرده ایستادید. اما همین خیل تو رو فرانی چون این گفتگویان خبرکشی کردن در همه جا گناهی کبیره است، این نمامی هست. اولا سلامت و سربلند باشید اپا. بعدن سوال این است که جزای خبرکش از نگاه شریعت اسلام چی است؟ چگونه که گفتیم پیش از همه خبرکش را اگر خودی مملکت یا دولت اسلامی باشد، خبرکش باید جزایش را در دنیا گیرد. یعنی حاکم باید برای خبرکش به خودی خبرکش نگاه کرده آیا بردوام این را کرده ایستاده است یا اینکه یکمین بار کرد، آیا دانسته کرد ندانسته کرد، مقصدش چی بود، اینها را دیده به او یک جزا معین کند، یا یک چند روز زندان کردن یا یک چند شلاق، که این فقط در حکومت‌های اسلامی به کار مانده می شود. لیکن در ما که چون این حکومت وجود ندارد، این گونه انسان ها را باید خیلی که گفتم با این گونه انسان ها همنشینی نکرد، به آنها قوت نداد. اما در شریعت خیلی که حدیث ثابت آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در قبر نفری که میسوزد به خاطر آن است که در بین مردم خبرکشی میکرد. و این چنین در حدیث دیگر است که شرارکم یا خود بدترین شما خبرکش ها هستند و هرگز خبرکش اگر توبه نکرد داخل جنت نمی شود، برای آنکه این گناهی کبیره می باشد. سوال دیگر، پس سوال، آیا از نگاه دین و نظر علمای اسلام در این جامعه فساد زن می تواند دعوت کند؟ فقط با دلیل جواب گویید. درباره
دعوت کردن زن یا خود زن هم آیا میتواند دعوت کند؟ پیش از همه این رو بدانید که امر معروف کردن و نهی از منکر کردن را در یگان جا خاص یا این چیز اختصاص مردها نگفته است. و وقتی که درباره دعوت میبینیم، آیا در یگان جا دیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که ای مردها فقط شما دعوت کنید؟ آیا مثلا درباره جهاد میدونیم که مردها اصلا جهاد میکنند و این چنین میدونیم که درباره مثلا خودی قاضی بودن، قاضی فقط باید مرد باشد، برای آن زنک نمیتواند قاضی باشد، برای آن که او قلب نرم دارد، مهین دارد و یک رحم میکند و قضاوت کردن نمیتواند. اما این که امر معروف کردن خاص برای مردها هست و برای زنها نیست، این چیز در یگان جای قرآن دیده نمیتوانید. و وقتی که به زندگی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، حضرت عایشه پس از وفات پیامبرمان صلی الله علیه و سلم خودشان تقریبا تمام حدیث ها را رسانیدگی بودند و وقتی که حضرت عایشه رو ما میگیم اولین رساننده حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، پس اگر اینها رو همچون علم نمی رسانیدن، کیها میتوانست به جای حضرت عایشه بیارد و به ما رساند؟ و انسان هایی که میگن که نه دعوت خاصی مردها هست، اول شده بیاید شما به ما دلیل بیارید که این کاری فقط مردها بوده است و کار زنها نیست. اون چیزی که فقط کاری مردها است، شریعت به پرده بیان کردگی هست. اون هم چگونه قضاوت کردن، یعنی قاضی بودن. دویمش حدیث دیگری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هرگز مفلح یا خود نجات نمییابد قومی که بالای آنها زن سرداری کند، یعنی پرزیدنت آنها گفتیم رئیس آنها زن باشد. لیکن امر معروف کردن در زمان پیامبر هم بود، چگونه که صحابه زنها امر معروف میکردن، حتی به جهاد میبرآمدن و علمی حضرت پیامبر رو خود همسرانشون به ما رسانیده بودن. لیکن دایره دارد، دایرهش این که نباید مثلا با چهره های زیب و زینت داده شده یا با آوازهای مهین برآید. لیکن مشکلی در ما در این است که همین مسئله فقط در تاجیکستان که در ما خیلی یک زن چی در جدای امر معروف باشد چی در مسئله های سیاسی کم برآمد میکند، مردم به همین چیز خیلی چسبیدگی هستند که گویا که جایز نیست. یکی نگاه کنید به خودی دولت مصر یا عربستان سعودی یا هر دولت ایران، مسلمانی که در آنجا یعنی مردم مسلمان هستند که چگونه زنها نیز در دعوت هستند و کسی آنها رو من نکرده است، برای اینکه شریعت هم در یگان جا یگان دلیل نیست که من کرده باشد. و اینجا درباره گپمون درباره خبرکشی بود، ولی درباره دعوت هم رفتیم. سوال دیگر، خبری دادگید گپی راست باشد هم خبرکشی می شود؟ من به این راضی نیستم. آخر اگر خبر ندهی که یک انسانی بد در حقت بدبینی، از او احتیاط شو. چه خیل او از آدم بدبین خودش احتیاط میکند. اینجا من چه خیلی که گفتم، وقتی که خطر جدی هست، یک نفر در حقیقت یک نفر رو می رود و مالش رو نابود می کند، یا یک نفر می رود و یک نفر رو زخمی می کند یا کاری دیگر می کند، انا اینجا شما باید یک نفر رو گوید که احتیاط شو که خطر بالایت هست. اما این که یک نفر رو چیزی گفت و خبری او رو به او میبیارد و اون چیز ضرر هم ندارد، راست در حقش یگان غیبتی کرد، یک چیزی رو گفت که نباید میگفت، لیکن مقصد از خبرکشی شما چی است؟ این از او احتیاط شود یا با او قطعی رابطه کند. اگر یک نفر چیزی گفت که شما رو تهمت کرد، به یک تهمت گرفتار کرد که دیگر خیلی ضررش بالا است، در این وقت میگویم پیگیری کن، این تهمت رو فهم که تو رو تهمت کرده ایستاده است. لیکن مسئله های عادی که در بین همه بودیم و فلانی تو رو چنین گفت، وای دوگانه در وقتی نشستن چنین گفت یا وای دوستت چنین گفت، اینجا هیچ اصلاحی نیست و این گونه گپ رو شاید من و شما هم در حق یک نفر بعضا دانسته و ندانسته گفتمونیم. چیزهایی که ما باید حتما خبرکشی کنیم خیلی جدی هستن، اون هم در وقتی خطری جانی یا خطری در حقیقت مثلا به یک زنا
تهمت کردن چیز دیگر، یا اینکه خطرهای مالی داشته باشد. اما اساس خبرکشی هایی که در بین مردم هست، اون هم موضوع ما هست. یک مسئله های عادی که خبرکش آورده کلان کرده نشان میدهد که فلانی گفت که تو مثلا از او قرض گرفته ای، فلانی گفت که تو بار چنین کرده بوده ای، یا فلانی همه را احترام میکند و تو را نمیکند. این رو من از گپش فهمیدم. با همین مسئله ها یک جنگ و جنجال کلان یا قهرگی و بدبینی بین مردم دیگر ببخشید پهن می شود. چرا رسول الله آن خبرکشی که سری مسلمان ها را به کافرها خبر کشید رسول الله قتلش نکرد؟ درباره نفری که خبری مسلمان ها رو کشید، اولا بهتر میشد نامش رو میگفتید، درباره کی گفته استادید، برای اون که اینجا خبرکش وقتی که مسلمان است و ابو بلته بود اگر خطا نکنم، وقتی او خبرکشی میکند او سببش رو هم میگوید. اگر درباره این که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستند به خود مکه رو فتح کنند و در این باره نقشه داشتند و یکی از صحابه ها این نقشه ها رو همش رو نوشته میفرستد، سپس به پیامبر وحی می شود و حضرت علی رو میفرستند که رو آن رو گرفته بیا. در اینجا خودی صحابی که این کار رو کرده بود میگوید من این کار رو به خاطر آن کردم که خویش و تبار من در مکه هستند و آنها رو خودی کفار قریش نگاه میکنن، یعنی سرپرستی میکنن و آنها با این کارم میخواستم کمک کنم که هم خویش و تبارم رو هم خودشون رو احتیاط کنند. فقط مقصدم همین بود و توبهش رو به پیامبر اظهار میکند. بعد از این توبه او قبول میشود اگر مقصد همین باشد. و او بیان میکند که خطاگیش در چی بود، این برای دشمنی کردن با مسلمان ها بود یا اینکه فقط به خاطر اون طرف رو احتیاط باشید و اهل عائله مرا و خودتون رو دور کنید تا اینکه در وقت فتح به شما ضرر نرسد بود. مسئله در اینجا بود که این نفر اول شده مقصدش دشمنی با پیامبر نبود، دوم شده عذرش رو و توبهش رو بیان کرد که دیگر توبه او رو الله هم قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم آن را بخشیدند. همی حاضر سوال دیگر، اپا آیا همسری عمر رضی الله عنه سببش در چی بود که مسجد رفتن بعد وفات عمر دیگر نرفت؟ همین سببش داشت کن. اپا در همین موضوع آیا سخنی امام شافعی هست که اپام اگر صداش سبب فتنه شود و او زمانی مادرمون از حاضر فرقیت دارد؟ سبحان الله، من راستی گپ سوال درست نفهمیدم، نه درست نوشته شده است. یک چند حرفا به داخل در آمدگی هست و اگر سوال رو کاملا بیان کرده می نویسید حتما انشالله جواب می دادم. سوال رو خواندم و سوال چخیل نوشتگی هست، یکی چند کلمه، یکی پایانتر، یکی بالاتر. اگر همکارا توانید که خودی سوال رو درست کرده فرستید من می دیدم و جواب می دادم. اما درباره مسجد که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تمنعوا اما الله من المساجد گفتگی هستند، هرگز کنیزهای الله را یعنی زنها را از مسجد منع نکنید. بعد از این قول حضرت عایشه است که اگر زنها بعد از پیامبر چیکار کردن، یعنی با کدام زیب و زینت به مسجد می رفتن این رو می دیدن منع می کردن هست، معنیش این است که به مسجد زن رفتنش جایز بود و پیامبر این رو منع نکردن. اگرچه در خانه خوانید بهتر گفتن، لیکن شرط و شروطش این است که زن نباید با زیب و زینت و علل خصوص با عطر و با لباس هایی که جلب دقت میکند به مسجد رود. اما عادی با لباس های عادی به مسجد رفتن، علل خصوص در زمان فتنه امروز که مردم در بازار زنها پر هستند، در مکان های فساد و خبرکشی و غیبت پر هستند، مسجدها کاش گشاده میشد و در کشورهایی که مسجدها باز هستند مثل مصر و مثلا ترکیه و اینجا، زنها در آنجا پند و نصیحت میگیرند، در آنجا درس میگیرند و در آنجا میروند و برای خود روحیه معنوی میگیرند. و در زمان حاضر نباید هرگز زنها رو بگوییم که به مسجد نروید، برای اون که در خانه نشسته هم الکی پر است که مردم آمیخته شدگی هستند با تمامی
مشکلی ها یا اینکه با تمام غیبت و چیزهای دیگر که یک تلفن رو باز میکنید دیگر داخل اون 4 ساعت و 5 ساعت میمونید که بهترش انسان در مسجد رود و عبادت کند یا اینکه در آنجا درس کند و مجلس درس ها باشد. ولی کجا اینو کجا تاجیکستان ما که در آنجا یگان مسئله از دین یا درس چیز در مسجد شد، یک باره در مسجد هایم محکم میکنند و مردم را از آن باز میدارند. و اینجا سوالی هست، سوال که خودش بانش آمدگی هست. من سوال رو معنایش همین است که میگویند همین اخبارهایی که در خودی رادیو می شود یا خود در تلویزیون ها می شود این خبرکشی نیست مگر؟ البته که این خبرکشی نیست، این آگاه کردن مردم از دنیا است، در دنیا چی شده ایستاده است که همه مردم این رو باید بدانند. خبرکشی این است که گپی یک نفر رو به شما میگوید، به شما میگویند و شما این رو شنیده با او جنگی میشوید یا نسبت او یک دشمنی پیدا میکنید. اما عموما درباره رفت دنیا مسئله دادن یا که به شما گفتن از خبرهای دنیوی یا از خبرهای مسئولانی که آنها مسئولیت شما و عامه مردم رو دارند این خبرکشی نمی شود. و در این باره وقتی که در زمانی مثلا خود صحابه ها نیز هر نفر را والی یک جا میگذاشتن، از مردم میپرسیدند که والی چیکار کرده ایستاده است. چگونه که سعد ابن ابی وقاص وقتی که والی بودن حضرت عمر پرسیده بودند که سعد چگونه هست و مردم شکایتش را میکرد که چنین میکند و چنان نمیکند. یعنی یک نفری که مسئولیت همه را دارد و او از مسئولیتش بخبر هست، اگر او را به کسی نگفتید او در فسادکاری دوام میدهد و به مردم ضرر میآورد. و این را به خبرکشی که بین دو عائله جنگ می شود، بین دو نفر جنگ می شود هرگز قیاس کرده نمی شود. یعنی خبرهای عمومی جهانی یا خبرهای عمومی که برای تمام مردم یک جا فتح شد، یک جا جنگ شد، یک نفری که مسئولیت چندین نفر رو دارد خیانت کرد و او رو باید مردم محاکمه کنند یا قاضی حکم کند، این مسئله دیگر است که عیناً مثلا در قضیه زنا اگر 4 نفر 4 شاهد یک نفر زناگر رو ببینند میبیایند و خبر میدهند تا اینکه قاضی حکم کند و فساد از بین نرود. و یک نفر دزد رو وقتی میبینند باید اومده به قاضی گویند و شاهد پیدا کنند و قاضی دستی دزد رو برد تا اینکه این فساد در بین مردم پهن نشود. و همین گونه خبرهایی هست که برای پیشگیری از فساد عمومی حتما باید تمام مردم از آن آگاه شوند. نه اما این خبرکشی که ما گفته ایستادیم این تماما مسئله دیگر است که بینش با منطق با تفکر فکر کنید که این تماما چیز دیگر است. و اون چیزی که در اینجا نفر سوال دادید با تمام احترامی که به سوالتون میگذارم که خبرهایی که شمایان با زبان روسی و ازبکی و تاجیکی میدید این خبرکشی نمیشود. البته خبرکشی نمیشود، این آگاهی کردن از یک مسئله جامعوی هست و چگونه که گفتم در شریعت هم شاهدان اگر گناهکاری رو دیدن حتما باید خبرکشی به قاضی کنند تا اینکه پیشگیری کرده شود و این رو دیده شود. اما به شاهد به دلیل البته که چیزی میگوید خواه در حق دولت خواه در حق یک انسان خواهد این گناه هست برای اون که بجز این که خبرکشی تهمت هم هست و غیبت هم هست. این بود عزیزان درباره مسئله امروزه. و چون خیلی زیاد سوال درباره اون می رود که آیا زن دعوت کرده می تواند علل خصوص در شرایط امروزه بیاید در همین باره یک موضوع کامل در برنامه دیگری آستانه داشته باشیم، برای اون که خیلی زیادی می پرسند و چندین بار که اگر کوتاه جواب دهیم هم به فکر من هرگز قانع کننده نیست. باذن الله اگر صحت و سلامت همگان در جمعه آینده باشیم درباره دعوت کردن زن چی در رسانیدن شریعت و یا مسئله های دیگر در شرایط امروزه از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی دیگر با هم انشاءالله صحبت میکنیم. تا این دم ممنون از اون که با ما بودید و از اون که پیگیری میکنید برنامه های ما رو و امید داریم که از این خودتان فایده میگیرید و برای شما یک کمک معنوی رسانیده ایستادیم. شکر پروردگار رو به جا می آوریم. تا برنامه های دیگر در پناه الله یکتا باشید. خودتان را و عزیزانتان را همیشه الله خودش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.